این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. بعد از چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ 1 دقیقه. تو مرا اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملوی عاشق. زورو جان یگون پرابلم هست. نه؟ این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ میبخشید و این رو از من و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این یا که این داماد است؟ نه این است. راهبانی نصرانی زن نمیگیرند از مچخل باشد. زورو چیگه پس اگون چیز گوی؟ رفیقان با همتون برباری خواهانم رفتیم راه کرد. عزیزم بیو میرویم. این چی گپ است؟ بیا همراه تو یک مردانه وار صحبت کنم. مرحمت. مرحمت. تشکر. مرحمت دومروزیا. مرحمت. شینید؟ لبای زورو؟ وای بابا جان این کس بابا جان من همراه شما ایستم. ما در تنهایی با او صحبت میکنیم.
مردی را که تو با او خانه دار میشوی من باید بشناسم. لطفاً برو. زورو جون چی شده است؟ همه کارها برباد رفت. زورو جون چی شد؟ مگر بگوید همش رو پای برده است؟ حالا نمیدونم سیلین. بله داملازی ها، شما را گوش دارم. هر چی که هست به من نقل کنید لطفاً. اگر می بود نقل نکردم، اما چرا نقل کنم؟ جناب، یعنی با شما چه خیلی فهمانم. راست گب من کمتر در هیجانم. راحت باشید، شما خودتان را راحت حس کنید، هیچ شرم نکنید. گوش کنید، زهرا همه چیزی من است، گوهر قیمت بهایم است. برای من مقصد اساسیم در دنیا خوشبختی او می باشد. مرا فهمیدید؟ فهمیدم، البته فهمیدم، میدونم جناب اکرم. مرا خطا نفهمید محترم داملازیا. شما دو آدمی به وایه رسیدید. به این قرار دادتان من احترام میگذارم. پرسیدن عیب است. شما کی شناس شدید؟ کی برای ازدواج کردن قرار دادید؟ قبول کنید که این برای ما یک سورپریز کلام بود داملا. البته شما درست میگوید. دانسته باشید که یعنی که سورپریز کردن گناه عظیم است. اما من هم این کار چگونه شد هیچ نفهمیدم. یعنی همش ناگهان رخ داده؟ بله، این خیلی هم گویم خطا نمیکنیم. زهرو هیچ چیز رو نمیشونم، تو میشنوی؟ من هم نمیشنوم. زهرا را دوست میداره شما؟ بله، زهرا را دوست میدارم. بار اول که او را دیدم دلم از تپش کردن ماند. آن روز برای من روزی بود که گویا دوباره به دنیا آمده حیات نو را آغاز کردم. در چشمان او مثل آینه خودم را دیدم. گویا که روحم به سوی او فرار کردن میخواست. ندانستم. جناب، من در حیاتم یکم مرتبه به دختر دل دادم. کیلس، با تو چی شد؟ حالا یگان گپ نشده چرا تو چنین گفتی؟ همه سر رو فاش کردی احمق. اکنون تو چطور بروی آنها نگاه میکنی؟ در یک نگاه اول عاشق شدید، ها؟ بله جناب. با بابایم در کدام موضوع گپ زدید؟ ای زهرا، گلی درا با تو هم کمتر صحبت کنم. بیا درا. دخترم، برا میگویم نمی برایی، درا میگویم نمی درایی. گلی درا. تمام شدم.
کو فهمان زهرا این کار چه خیلی رخ داد؟ کدام کار چه خیلی رخ داد بابا؟ 40 سال فکر میکردم هم به فکرم نمی آمد. کی با هم شناس شدید؟ کی هم دیگر را دوست داشتید؟ حیران شدم. داملازیا را پرسیدم. گفت که در نگاه اول به تو عاشق شده است. این رو ملازیا گفتند؟ نه، امامی مسجد. چی گفت بابا؟ گفت که در نگاه اول به تو عاشق شد. به فکرم تو هم در نگاه اول به او عاشق شدی، ها؟ همین طور عیناً همین طور شد بابا جون. داملازیا چه خیلی که شدن من هم عیناً همون خیلی شدم. خوش، چرا این را بر وقت‌تر به من نگفتی؟ این ناگهان شد. چه خیلی شدنش رو من نفهمیدم موندم بابا جان. بابا جان من رفته داملازیا رو گسیل کنم باز خفه نشم. زهرا چی شد؟ یگان مشکلی نشده است. همش رو بد میفهمونم. زهرا با کجا می روی؟ چی گپ شد زهرا؟ اپا جان حاضر آمده همش رو میفهمونم. سحر جادو رو دی؟ داملا زهرا رو جادو کرد دست پسش میدواند به خدا. یاسمان شما همین طورید. شما چنین آیله هستید فروخ. همه به کار خود آواره. بابا جان چی گپ شد؟ آنها هم دیگر را دوست می‌دارند. زهرا را داشتن نتوانستم. از پس داملازیا دویده رفت. یعنی چخیلی که میدانی عشق باز کارش را کرد. یعنی چخیل زهرا با داملا ازدواج میکند؟ نه این خیل شدنش ناممکن است. بسیار شاد شدم. تو به عقل هستی. مادر چقدر از من میشود از من. ای بلیس تو یک به عقل هستی. هیچ چیز را نمیفهمی. دخترها کنی به آشخانه روید از پس کارتان شوید. تو هم شهناز رو گپ گوش کنی را بس کنید. ای بچه کجا گم شدی؟ بیا که من تنها زیغ شدم. ای داملا دویم بار میشود که شما مرا نجات داده استید. یکم بار از راه زنها، دوم بار از بابویم. آدمگری همین است. از برای من شده شما دروغ هم گفتید داملا. دروغ؟ با بابایم گفتید که در نگاه اول به من عاشق شدید. همین را در نظر دارم. شما را گناهگار کردم. نه این خیلی فکر نکنید. آیا شما میدونید که من به بابایم چی ها گفتم؟ سخنهای شما را تکرارن گفتم. من هم گفتم که به شما در نگاه اول عاشق شدم.
باورم نمی آید. تشکر به شما. همش میگذرد. میدانم که با شما ازدواج ساخته برپا کردن این فکری غلط است، اما مجبور شدم. آن دختر قریب مرا در حالت ناگوار گذارد. من هم چیکار کردم را ندانستم. همین که در دست شما گلدسته را دیدم گفتم که داماد انا وی است. دروغ گفتم که به شما عاشق هستم. دیگر راه هم نداشتم. میدانم این یک حالتی علم آور است، اما بسیار خنده آور. این دختر رو ببین. زهرا، مولا بعد گفتگو میکنیم. برای کارهای کرده اتان می ندارم. شما مثل فرشته اید. تا دیدار. زهرا، لبه اپا جان. زهرا خودش چی گپ است؟ چی سفسطه گفتی؟ مگر دیوانه شدی؟ خوب هستی؟ چی خیر سفسطه اپا جان؟ عشق، ازدواج، همش. بابایم رو پرسیدم، گفت که عشق باز کارش رو کرد. این چه خیلی عشق است؟ چگونه عشق ساخته است؟ شما چی ها میگویید؟ عشق مگر ساخته می شود؟ او چی ها میگوید؟ عشق میگوید. خدایا توبه کردم، گویا که کاری نشده است. زهرا، تو فکر کردی؟ یعنی وقتی این قرار رو دادن ما رو، خودت رو، اطراف رو فکر کردی؟ نه، تو فکر نکردی. اگر فکر میکردی همش خوب میشد. زهرا چی شد؟ از فکر زیاد سرم میکفد. مولا زیو باز دروغ گفتم مرا نجات داد. چه خیلی دروغ؟ دروغ عشق. دروغ عشق؟ بیا رفتیم. این دختر رو ببین. در ازدواج ساخته مرا انتخاب کرد و یک بار هم نپرسید که من راضی هستم یا نیستم. این چی گپ است؟ من برای او بازی چه شدم ها؟ حالا بازی چه رو میبینی؟ استاد شامتون بخیر بود. شام بخیر. بچه ها خیری کرده اون صاحب کار رو به ما گفتن و ما جمع آمده. نصیب باشد اون پول ها رو کی به یتیمان تقسیم میکنیم دوملا. این مسئله. شما رفتن گیرید، من پول ها رو گرفته از پس شما می آیم. استاد بخشش یک سوال دارم. هجری، از برای خدا یگان سوال نپرس که خاطرم جای خالی ندارد. دوملا شما را انتظاریم. مایلش. شام بخیر دوملا. مایلش، خدا حافظ. شب خوش استاد. شوکت، من به مسجد می روم. بعد نماز خفتن آماده گفتگو میکنیم. مرا شنیدی؟ امروز هم گذشت. پگاه چی می شده باشد؟ اکنون حاضر چی کار میکنیم؟ اگر فکری مرا پرسی زهرا، داملا برای ازدواج ساخته بسیار انسانی موافق است. سفسطه نگوی. زهرا جان، خودت نگفتی که در ازدواج ساخته میترسم که داماد به من عاشق میشود
و باز گفتی که اگر داماد به من درست ناید همش رو به بابایم فوش میکند. بعد اینکه دامولو هیچ وقت به تو عاشق نمیشود. همین طوره؟ نمیدونم آیا میشود یا نمیشود. یعنی دامولو هیچ وقت با ما بر این دخترهای زمانوی اویلادور نمیشود. البته دنیای ما از دنیای او خیلی فرق میکند. بله همین طور است. شوکت مرا فهمیدی؟ من به مسجد میروم. شوکت چرا گپ نمیزنی؟ آوازت رو برار. ای بلا زند چرا گپ نمیزند؟ شوکت بلا زند شوکت. شام بخیر. شام بخیر دامولو. یکو مشکلی است؟ نه مشکلی نیست. من نزد یک رفیقم اومدم. با شما در آمدن ممکن نیست. بخشش. برای آنکه من دامولو هستم. چرا در آمدن دامولو ممکن نبوده است پسر؟ زنهای در درون بوده خودشان را ناراحت میکنند. مرحبا دامولو. خیر داره. بیا مثل فیلم ها میکنه. یا بچه تلفن رو بردار خیر. خیر مالش. خداحافظ. شب خوش بابا بلا. دوملو راهتان رو گم کردید؟ نه دوستم راهم رو گم نکردم. یک شاگردم رو میجویم. دوملو شاگردهای شما در مدرسه اند؟ تمام ایستو یافتم. یکم مشکلی نمیشه. راحت برادر. شوکت رو ندیدی؟ کی او رو میپرسد؟ این من کلاس. آقا با خدا این توی؟ منم پسرم من. شوکت رو ندیدی؟ با اینجا آمده بود. آقا شوکت کم تا پیش همینجا بود. بعد گفت که دستویم خوریده ایستوده است با کازینو رفته یک قمار بازی کنم. اوه شوکت بر پدرت نعلت بلا زند. پلیس نجومید. آرام شوید. کنی حجتاتون رو براره. در جایت است. کنی موسیقی رو خاموش کن. شناسنامه‌تون رو براره. در رو کشید. دامولو شما در اینجا چیکار میکنید؟ نپرسید دوستم تماما نپرسید. در اصل در راه رفته ایستاده بودم. بعد این انسان را فهمیدن در کار. حالم بد شد و با اینجا در آمده. در حدیث آمده است که انسان باید نماز را در وقتش ادا کند. خیر مایلش کارهای شما بسیار است. از پس کارتان شوید. من زود روم که جماعت مرا انتظار است. با فکرم وقت نماز قضا شد. زورو از جویت خیز گپ زنیم. سلین یک دقیقه شین. ای خدا در این ساعت عیب است. بگو گام میزنیم. زورو کاری امروزه رو به فردا نگذار. یکی باید فردا از همش آگاه میشود. خدا نگاه دارد. با این کار حل نمیشود. خیز نزدی او رویم.
گوش خیز. کن چرا دوملا این کارو قبول کند؟ عیبی ما چی؟ او خودش چونین گفته است کارو تا آخر دوام دهد. این کارو چه خیلی من به دوش او بار کنم؟ وای آدم از برای من شده دروغ میگوید و گناه میگیرد. زورا جان اگر به آدمی درمونده یاری دادن ثواب نمی بود او هرگز دروغ عشقی ساخته رو نمی گفت. تو خفه نشو، تو تنها فکری بباید رو بکن. تمام کنی خیز رفتیم. سلین خیز رفتیم شید تمام بیا گفتم بیا. سعید برادر 24 ساعت در تلفن بازی میکنی ها؟ نه دوستم همسرم با وایبر صورتهایش رو روان کرده است تماشا دارم. این بیبیت نیست؟ برادر سخنویت رو سنجیده بود تو دوست و دشمن نگردانی. خفه نشو همسرت پیر می نماید. بله او تنها در صورت چنین می نماید. از پیش خوش شده است باور کن. چی بود ها؟ خانی رفت بینیم. شام بخیر. شام بخیر بابای مولا. و فکرم رهگم زدید. نه پسرم مرا فرشته ها راهنمایی میکنن. یک رفیقم رهگم زده است آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شینه. شوکت برادر جان خوش آمدی برادرم. دمت را گیر مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان فقط به من نگویی که همه پولها را بای دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بایدیم. انا نیسفش رو بای دادم. نیسفش رو؟ شوکت نصف پولها همین است. من به مردم محله چی میگویم؟ برادر جان در راه با دخترها و خوردم بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم نوشیدیم پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم که خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خیر میکردم آمده اینجا بای داده است. خواهش میکنم پولها را به من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله من این پولها را برده به یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود دملو. تو پولها را باید داده. با دملو مصلحت کرده پولها را پس گردونانی. جورا این مکر درمون نمیگذارد. اوه شوکت
توبه اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادری من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. با حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملای محترم باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کن. домло моро ҳам гунаҳгор накунед. пули шумо ба мо дар кор нест. дар ҳаққи мо як дуо кунед бас. برادر عزیز میگویند قماربازی حرام است اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. به فکرم نیست. چراغ‌هایش هم خاموشند. در این ساعت به کجا رفته است؟ من از کجا میدونم؟ داملا رو میجوی زورا؟ بله. برآمده رفتند. نمازخوانی رفتند. نمازخوانی وقتی نماز گذشت. در این ساعت نماز بخونند. نماز خفتن خیلی شد گذشت. شاید نمازی دیگرش رو خوندن رفته است. سلین جان، نماز بعدی نماز بامداد است. من از کجا میدونم؟ من هیچ وقت نماز نخوندم. اکنون چی کار میکنیم؟ رقم تلفنش رو نداری؟ نه. نداری؟ نخود رقم های تلفنی معشوقت رو نداشته باشی. سلین اینجای شوخی نیست. شوخی نکن که برداشته نمیتوانم. تمام دیگر تکرار نمیکنم. رفتیم. зам мекунам. پس میدهم. پس тақдири ман баланд будааст. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت لبای برادر جان. چرا سخنهای مرا در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟ جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم گفت شدیم برادر. چرا من این کارو کردم؟ پر کن. بس برادر پر کن. این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش من برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکن. کیل از تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پول ها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گیر جزداد و از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم. دلم با اونها میسوزد. رفتیم. او چگونه داملا بود؟ агар домула ба ҳоли мо раҳм намекард, бародараш тамоми кисаи моро холӣ мекард. худо аз ӯ розӣ бошад. مرحمت قنچوی. شاورما نداشت؟ نه شوکت. یا خدا او رو ببین. من با کار دیشب کردهش نگاه نکرده با او چای آوردم باز شاورما میگوید. با خدا تو تماما تغییر یافته ای. زنگ گرفتم حیاتم سوخت. دمت را گیر. حال بزنی تو رو میدانم. نه به خدا زنگ گرفتم احوالم بد شد. شوکت با من درباره زنگیری گپ نزن که به این هم درد دارد. چرا؟ چرا؟ آن دختر با من ازدواج ساخته میخواهد. برادر من از گوهره که چشمانت فهمیدم که تو به اون دختر عاشق شده ای. با او اظهار محبت کن.
شوکت دمت را گیر گویا که همه چیز رو میدونسته باشی. کلاس آیا همه این پولها رو در حقیقت با یتیمان تقسیم میکنی؟ بله شوکت، پولها رو یک دیرمش نمانده تقسیم میکنی. چی بود؟ هیچ. از بینش برای استراحتی با فراغت خودمون کمترش رو میگرفتیم. شوکت، پولی رو که برای استراحت خودمون جدا میشد تو باید دین شب فکرش رو میکردی. فهمیدی؟ چایت رو نوش. فراموش نکن که من هم یتیم هستم. دزدیدند؟ این خودش چی گپ است؟ آنها کی هستند؟ من هم همان را جستجو دارم. اگر کار به تو باشد ما سوختیم. اما جناب اکرم خوبی با دیدم. زهرا! مادر جان، من نابود شدم. این رو فهمیدی؟ همش رو فهمید. به فکرم زهرو با پایان نفرایی، میتوانی به تیریزه گریخته رو. نابود شدم. مرا فهمید. آروم شو. فهمید نابود شدم. آقای اکرم شما را فیرا دارد. من لباس هایم را عوض کرده می آیم. اکنون چی کار میکنم؟ من نابود شدم. به خودم که من نابود شدم. سرین از فکر کردن دیوانه میشم. تمام شد. بس. آرام. وای دختر کجا گم شد؟ باز در اینجا چی گپ شد؟ وای دختر واقعی دزدیدنش را تا این وقت از من پنهان داشته است. دزدیدن؟ کی رو دزدیدن؟ ملیس رو؟ ملیس در کجایی دخترم؟ ملیس دینجنس و در جا چی شد؟ چرا این را از من پنهان داشتی؟ بابا جان، من بسیار ترسیدم. نخواستم که شما غمگین شوید. برای من؟ بابا جان همش رو حاضر به من میفهمانی. تو را کی؟ دزدیدنی بود. زود به من نقل کن. بابا جان، شما برای همین عصبی شدید؟ گپ را تاب نده و به من چرا این را نگفتی؟ گفتم که برای ناراحت نشدن شما. آنها از تو چی خواستند؟ من هم نمیدونم. آنها راهزنهای شهری بودند. اکیزیا مرا از آنها نجات داد. او دو راهزن شهری را سخت لطیکوب کرد. کدام زیا؟ دو ملازیای خودمون. داملای خودمون؟ ریش. بله. سله. دستش درد را نبیند. خداوند هزارها بار از او راضی باشد. یزنه مکر من نگفته بودم که این مسئله بین هر دویمون میموند. اکنون کار کردهتان رو دیدید؟ زهرا وقتی که دامولازی این کار را کرد. زهرا جان، به تو یگان حادثه میشد من چیکار میکردم؟ حق داماد شوندم را چهل پرداخت کنم. چهل داماد؟ کدام داماد؟ همان داماد. زهرا با آن آدم ازدواج میکند چون که عاشق دیوانه شده است. با کدام آدم؟ دامولوزیو. چی؟ هنگامی که تو رو نجات میداد همان وقت عاشق شدی ها؟ سفسطگویی رو بس کنید. زهرا با جمعان در کجا باشد که او را آغوش کرده تبریک گویم؟ خیر میلش، هنگام بیاناتگری مبارک باد میگویم. نباشد با جمعان را دعوت کنید. بختیار لبای آقای اکرم. رفته داماد شوندم را بگو که زود به اینجا آید. میلش.
او چاغاتای خوش اومدی. خوش باشد. بخیر است که جایتون رو عوض کردید. در جای آرام و تنها همیشه راحت است. من دیگر در جای پرغوغا طاقت کردن نمیتوانم. بعد از این حادثه من به اینجا رو آوردم. آفرین چاغاتای. آدمانی ما را خوب لطوکوب کردی که حتی بیمارخانه آنها را قبول نکرده ایستاده است. باور نمیکردم که تو تا این درجه باقوت هستی. هیچ خیر این کار فایده آورده؟ آقای کنعان آنها رو من نزدم. تو چیا میگویی؟ کی زد آنها را؟ من قریب زدنی بودم که در بین یک کس در اومد. شب نکن ساز گپ زن. اون کس زده که گوش کن چاغاتای. ببین ما تو میزنی گفته آدم روان کردیم، اما تو این را به دیگر کس واگذاشتی. آنها را کی زد؟ این آدم کیست؟ آقای کنعان این کار من نبود. یک آدم پیش از من شده آنها را لطوکوب کرد. پسرم مرا گوش کن. دانسته باش آدم های مرا شخصی میزدگی حالا از مادرش تولد نشده است. کی آنها را زد؟ یک داملای سالادار. چی؟ داملا؟ اوه سیلین به سر دنبالو من چی بلا آوردم. مرا پرتوفته نگریزد خوب است. تو رو پرتوفته گریزد با کی نیست، اما میترسم که خیش تبارد رو دیده میگریزد. ای رحمت سیلین خیریت که گفتی. زهرا شما چی در آنجا پیچیر دارید؟ هیچ چیز نیانگه در باره کار. آقای اکرم مرا ببخشید داملا حالا نآمدن. او در کجا باشد؟ شاید یکم کارش برآمده باشد بابا جان. نه این کار مرا قناعتمند نکرد. دیروز به جای تبریک کردن او را مانند مفتش سوال باران کردم که شاید از من رنجیده باشد. تو بهترش به او زنگ زن بگو با او واخوردن میخواهم آیدی فاتحه کردن و توی گفتگو نمایم. زود به دامادم زنگ زن دخترم. بله زهرا زنگ زن. من هم میخوام یک بار بیاناتش را بگیرم. چی استاده ای؟ زنگ زن. زنگ زده نمیتوانم چون که یعنی حاضر ینگم پرسید که چرا ما پیچر داریم با سیلین. ها تمام من گپ زده ایستاده بودم که اما قوه تلفنم تمام شد. خیر گیر با تلفن من زنگ زن گیر. بابا جون قوه تلفنی من تمام نشد از وی تمام شد. اگر از من تمام میشد میدونستم که چی کار کنم. اما من با داماد شوندم هرچی زودتر واخوردن میخواهم. حاله خسورم درباره خاندار کردن زهرا میانش را سخت بست است. او را بین دامادم گفته دهانش آب نکشاید. چرا نکشاید؟ شما ناراحت شدید جناب اونل؟ نه استغفرالله. چرا ناراحت شوم؟ به خدا این اولین مراتب است که من از تحت دل با تمام حیثیاتم داماد گفتن میخواهم. زهرا جان من تو رو در نزدی ماشین انتظار میشوم. سلام سلن خانم. تنها سیلین گوی؟ حاضر یک سلنش را خط میزنم. پرابلم نیست. سلام علیک خانم سلن. چی بود که؟ بخیر است. ناراحت می نمایید. این را از کجا برآوردین؟ من ناراحت نیستم. نگاه کنید شما ناراحتید و سببش را تنها من میدانم. چی بوده است؟ حادثه که دیروز رخ داد. اما شما خواتیر نشوید. آن راهزنها را من دستگیر میکنم و هر دو یک جویه این را پس سر میکنیم. یک جویه؟ ها جان. گوش کن جناب پلیس، این حادثه به من به دوگانه‌ام رو داده است. چند بار فرمانم ای خدای من این کس نمیفهمد. اما شما به خودتان ناحقی میکنید. عجب من به خودم چی ناحقی کردم؟
اگر شما در آنجا هنگام حادثه می بودید این حادثه به دوگانه اتان رخ نمیداد و شما رخ میداد خانم سلین. چرا چونی؟ چون که تو بسیار زیبا هستی. خدایا او چی ها میگوید؟ و این زیباگی شما تمام راهزنها و حادثه های بیرونه رو به خود جلب میکند و من محافظت کردن شما رو بر عهده گرفته از این پس محافظ شما میشوم و شما رو از همه این راهزنها حفظ میکنم. در کار نیست. از چی ما سخت میندار شدم. این کس دیوانه است چی است؟ زهرا جان تو کجا شدی؟ آمدم رفتیم عزیزم. تا بازدید. ای تو چیکار کردی سودی؟ کمیسر فکر کردم که این ماشین خودمان است. زود سوار شو. عزیزم به خانه میایی؟ به خدا که نمیدونم. من از تو سخت خفه شدم. میدونم از تو عذر میپرسم. وعده میدهم که دیگر تو رو نمیرنجانم. در حقیقت وعده میدهم. خیر. بخشش یک لحظه. لبای سردارم پگاه شخصی که شناسنامه قلبکی تیار میکرد به وطنمون میآید. او را در فرودگاه دستگیر میکنیم. تمام من میآیم. تو رو دستگیر میکنم. کلاس باوریم نمیآید که باز کلاس گفتی. عزیزم معلومات انیق رسید. کلاس نزدیک شناسنامه ساز میرفته است. آی حالا هم کلتا کلاس گفته ایستاده است. اما عزیزم نه برای بردن من دیگر به اینجا نیو و مرا عزیزم نگوی. فهمیدی اونال؟ کمیسر پروا نکنید من همراهتان هستم. چی ساق زده میگویی؟ ابله با ماشین سوار شو. شما همیشه دامولا رو اشتباه میکنید. اون پلهای ما را دزدیده است. او یک دزد است. رفیقان مگر این کار می شود؟ تهمت نکنید که گناه است. خیلی تهمت اکای خلیل. آن شخص را که شما دامولا میدانید پولهایتان را گرفته در کجای معیشت دارد. ای نمی تو چی گفته ایستاده ای؟ استادی ما چنین انسان نیست. خانمان و جنابان گوشویتان را کلام کشاده من را گوش کنه. آن دامولای به ایمان پولهای شما را گرفته از اینجا فرار کرده است. مگر تو راست میگویی؟ بله. مادر؟ چرا مردم در اینجا جمع شدند؟ دامولا زیا رو انتظارند. دامولا باید تو را آورده خیر کنید. مادر خیر را باید آدم پنهانی کند. آدم ها را جمع کردن خودنمایی می شود. دخترم تو همیشه دامولا را تنقید میکنی. اکنون چی کار میکنیم سلین؟ دعا کن که هر چی زودتر دامولا را پیدا کنیم زهرا جان. جانم فکر کن که دامولا رو یافتیم. یکی ازدواج کردن رو قبول نکند پس من به بابایم چی میگویم؟ من فکر نمی کنم که یک مرد از تو به آسانی دست کشد زهرا جان. دامولا تو را قبول میکند. تو باز هم با این سخنهایت مرا آرام کردی. رحمت سلین. باز کن خلیل. راست گفتی اکا. من حس میکردم که او یک دامولایی ساخته است. بله بله بله. خدا ترسد ایسته تهمت نکنید. خیلی تهمت. این نمی تهمت نکن. خدا اگر پولها را نیارد او را دور میکشیم. در اینجا چی گپ است؟ خلیل تو فقط پشتی این دامولا را میگیری. بین او پولهای ما را گرفته رفته است. بر خدا قسم دیگر پولهایتان را در خوابتان میبینید. زهرا خانم دامولا زیا را ندیدید؟ نه ندیدم. در اصل ما هم از او یک چیز را پرسیدن میخواستیم. در اینجا چی گپ است؟ همه دامولا رو انتظار. یک صاحب کاری خیرخواه به یتیمان 50,000 لیره خیر کرده به دامولا داد. مردم باشد فکر میکند که دامولا پولها را گرفته گریخته است. دیدی زهرا جان؟ دامولا زیا بسیار آدمی خیرخواه بوده است. این خیلی آدم کم است. او حقی ما و شما را خورده است و ما باید او را پیدا کنیم. همه من را گوش کنه. این آدمی که شما اولیا میشماره پولهای شما را میده کرده خورده ایستاده است. بله نمید راست میگویی. مردی رزیل خدا جزایت را دهد. بازی چه نشوه شما. حاضر همه شما همراه من به شعبه پلیس رفته از بالا عرضه شکایتی می نویسه. او فکری یتیمان را نکرد. ببخشید وای آدم چی میگوید؟
дар ҳаққи домула тӯҳмат дорад гӯё домула пулҳоро гирифта гурехт. нагузоред ҳуқуқато поймол шавад. агар ин дуруст бошад ба худо қасам ки бобоям дилаш кафида мемурад. худо нишон надиҳад. акнун чӣ кор мекунем? ҳамаш хуб мешавад. домула омад. устод омад акай халил биё рафте. пулҳои шуморо гирифта аз ин ҷо фирор кардам. як тараф истед домула омад, як тараф истед. ҳоли ӯро бин домашро кач карда гурехт. узр мепурсам бародарон, бахшиш ки каме кор баромад ва дер омадам. ин миз барои чист? ин миз барои тақсим кардани пулҳо домло. бародарон, бе ин ҳам мешавад. бояд чунон хайр кунем ки касе аз ин пай набарад. гиред ятимонро рӯйхат карда пинҳонӣ бурда баробар тақсим кунед. майлаш домло, хавотир набошед. ҳиҷри писарам, ба оғои халил ёрӣ де. майлаш устод. пулҳоро тақсим мекунед ё не? тамом ба хонаҳотон равем, мо худамон бурда мерасонем. домула лабай хонам зӯро. бекор ҳастед суҳбат кунем. فقط شما آداب داره؟ خدا تو در خانه رو در بچه نوشار میده یا در این مکتب خوب حالا برم در بابا همه شما رو روز 8 مارس ساعت 14:00 در کاخ تاجیکستان انتظارم. домула ташаккур хонам севал. намеарзад домуло. ташаккури зиёд. марҳамат. оиди ҳамлаи роҳзанҳо ман чизе нагуфтам, аммо язнам ба бобоям гуфтааст. бобоям мехоҳад ба шумо миннатдорӣ кунад. хоҳиш мекунам, яъне ин кор зарур нест. ҳар кас ки мебуд кӯмак мекард. ҳа ҳамин хел. аммо устод наҷотдиҳии маро бобоям шунида инро бисёр муҳим шуморид. шуморо чун домод медонад. агар ба ӯ ҳақиқатро фаҳмонам сахт меранҷад ва худо нишон надиҳад ки вазъияташ бад шавад. домуло бо ман издивоҷи сохта барпо мекунед? медонам ки бо шумо издивоҷи сохта барпо кардан ин фикри ғалат аст. дурӯғ гуфтам ки ба шумо ошиқ ҳастам, дигар роҳам надоштам. аз шумо ҷавобро интизор ҳастам. намекунам. намешавад зӯҳра. ва боз ин ки ман одами диндор ҳастам, ман бояд ба одамон намуна бошам. муфтиёт агар издивоҷи сохта барпо кардани маро фаҳмад, ҳоли ман чӣ мешавад? шумо чиҳо мегӯед? ҳеҷ кас пай намебарад. ваъда медиҳам, касе намефаҳмад. агар бобоям фаҳмад, худаш маро нобуд мекунад. мутаассифона зӯҳро, яъне ин корро кардан наметавонам. аз онро медиҳанд. наранҷед, ман ба масҷид меравам. худоҳофиз. зӯроҷон чӣ шуд? чӣ гуфт? қабул накард.
қабул накард? акнун чӣ кор кунам? намедонам. ҳамеша биёед. устод, чӣ шуд ҳиҷрӣ? боз савол дорӣ? бале устод. устод, саволам ин ки агар келасро бикушӣ гуноҳ аст? чӣ? келасро гуфтӣ? ҳа устод. ин савол аз куҷо баромад писарам? дар девори масҷид дидам устод. дар девор дидӣ? ҳамин тавр гӯӣ намешавад. ман чӣ хел пурсидам устод? ман аз куҷо медонам? чунон мепурсӣ ки одам талхи қалб мешавад. ҳиҷрӣ мусалмон динашро бояд бидонад ва гуфторашро низ бояд риоя кунад. хуб ҳастӣ оғои бахтиёр? хубам. кай акрам шуморо меҷуст? ташаккур. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. روزتون بخیر. خوش آمدی. با تو چقدر تشکر گویم کم است. کاری که برای نبیرم کردی چگونه پرداخت کنم؟ من چیزی نکردم جناب. چی خیلی چیز نکردی؟ اگر تو نمی بودی آن راهزنها به نبیرم آفت می رساندن. تو حیات او را نجات دادی. استغفرالله. تو قهرمانی هستی که با دل گشاد نبیرم را به تو امانت کرده می توانم. داماد دستم را ببوس. هجری دست بوسه نکن. نشیده خانم، اهل آیله را در میمانخانه جمع آور تا که گفته هایم را همه شنوند. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. تشکر. حاضر شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید، یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختری عزیزم همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا میکند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای آیلمان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید. در اینجا بوده است. تو چی که دامولازی؟ را به نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد. تو دامولایی ساخته هستی. این همان دزد مشهور کلتکلس است. کلتکلس؟ تو را یافتم کلتکلس.